در 38 کیلومتری شهرضاد شیراز نزدیک روستای امین‌آباد کاروانسرای در سمت چپ جاده دیده می شود. کاروانسرای 8 سیلی امین‌آباد. این کاروانسرا تنها کاروانسرای 8 سیلی شناخته شده در ایران است و در 8 گوشه خارجی آن 8 برج تعبیه شده است. هر زن این بنای 8 سیلی از بیرون 24 متر طول و حدود 6 متر ارتفاع دارد. تاق‌ها، حجره‌ها، اندرونی‌ها و بیرونی‌ها بخش‌های مختلف این کاروانسرا را تشکیل می‌دهند. این کاروانسرا در دوره ساسانیان به عنوان قلعه نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بدنه سنگی آن باقی مانده از دوره ساسانیان است. در عصر صفوی به دستور شاه عباس اول با هدف بازسازی و احیای جاده ابریشم به یک کاروانسرای برون شهری تغییر کاربری می‌دهد. کاروانسرای امین‌آباد در زمان پهلوی اول به قزاقخانه و بعد از آن به مقر ژاندارمری تبدیل می‌شود. دکتر خدادادی به همراه تیمی از کارشناسان در سال 96 اقدام به بازسازی این کاروانسرا می‌کنند و بعد از حدود 2 سال کار مرمت آن با دقت و زیبایی هرچه تمامتر به پایان می‌رسد و اکنون به یک بومگردی تبدیل شده است.